میدونستی پشت اون چهره خندون پرینگلز چه رازی مخفی شده؟ اون مرد سیبیلو فقط یه ماسک فانتزی نیست. اسم داره. جولیوس پرینگلز. و جالبش اینه که این چهره از روی یه مرد واقعی الهام گرفته شده. مردی که فرمول اولیه چیپسای لوله‌ای رو ساخت. ولی خب زندگیش یه جورایی پیچیده‌تر از ساختار خود بسته‌بندیاش بود. ولی من میخوام راز تاریکش رو بهتون بگم. وقتی سازنده پرینگلز از دنیا رفت، طبق وصیتش خانواده‌اش مقداری از خاکسترش رو توی لوله های پرینگلز ریختن و دفنش کردن. آره، همون لوله هایی که ما چیپسش رو میخوریم. از اون روز به بعد اون لبخند روی بسته‌بندی یه جورایی یه لبخند مرموز شد. انگار داره از دل بسته‌بندی‌هاش نگات میکنه و میگه من همیشه اینجام. دفعه بعدی که یکی از لوله های پرینگلز رو دستت گرفتی یادت باشه. اون فقط یه لوگو نیست. یه چهره جاودانه است.